سلام، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. به چالش 3 روزه خوش اومدید. این ویدیو اول از این چالشه با موضوع افزایش 300% فروش توی مناسبت ها که قراره با کمپین های 360 اتفاق بیفته. من توی هر شب از چالش برای شما یک سری نکات رو آموزش میدم که شب اول و دوم ویدیوهایی که توی این کانال قرار میگیره و شب سوم قراره توی یک وبینار آنلاین با همدیگه راجع به کمپین های فروش صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم خیلی کوتاه خودم روی معرفی بکنم. شاید خیلی از شما دوستان تازه با من آشنا شده باشید که دوست داشته باشید بدونید من کیم، چه بیزنسایی دارم و چه تجربه هایی رو پشت سر گذاشتم که میخوام راجبش توی این چالش با شما صحبت بکنم. تقریبا 15 ساله که دارم کار میکنم. نیمه اولش کلا به کارمندی و بازاریابی بیمه عمر و دو تا بیزنس که شکست خورد گذشت و نیمه دومش خدا رو شکر کم کم شروع شد بیزنس‌های شخصی که در حال حاضر 4 تا بیزنس فعال دارم. یکیش طلا فروشی آرام است که به همراه همسرم داریمش. 2 تا شعبه فعال داره، یه پیج تقریبا نزدیک 200 کا داره. بیزنس دوم آموزشگاه فنی حرفه‌ایه که شغل طلا فروشی رو آموزش میدیم. تقریبا 5 ساله که این بیزنس داره آموزش میده و تا الان بیش از 3000 تا هنرجو داریم. بیزنس سومم آژانس کمپین 360 که به همراه یه تیم خیلی قدرتمند پروژه‌های مارکتینگ و فروش انجام میدیم توی صنایع مختلف، از طراحی محصول تا طراحی قیف فروش تا خود برگزاری کمپین‌های فروش. و بیزنس چهارم آکادمی 360 که آموزش‌های تخصصی مارکتینگ و فروش به مدیران کسب و کار میده. توی این چالش می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چطور توی مناسبت‌هایی که پیش رو داریم مثل شب یلدا، بلک فرایدی، روز مادر، روز مرد، ولنتاین و حتی خود شب عید که خود این مناسبت‌ها توی 5 ماه پیش رو یه جوریه که شما پشت سر هم باید کمپین انجام بدید. یعنی از یه کمپین مناسبتی میایید بیرون، سریع باید وارد کمپین مناسبتی بعدی بشید. پس یه فرصت خیلی خوبیه این 5 ماه پیش رو تا آخر سال که بتونید یه افزایش فروش حداقل 300% رو تجربه بکنید. خیلی از بیزنس‌ها و خیلی از شما میتونید حتی فروش‌های بیش از این رو تجربه بکنید چون پتانسیلش رو دارید و کافیه با یادگیری یک سری اصول و تکنیک و پیاده‌سازی اونها نتایج عالی بگیرید. خب این ویدیو مربوط به روز اول چالشه. ما توی روز اول چالش 2 تا سوال اساسی داریم و می‌خوایم به اینها پاسخ بدیم. مورد اول این که زیرساخت مناسب برای برگزاری یک کمپین فروش دقیقاً چیه؟ پس ما توی روز اول می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که شما پیجتون رو، برندتون رو، محصولتون رو و هر چیزی که لازم است رو آماده بکنید برای ورود به یک کمپین مناسبتی. و مورد دوم که پیج ما چجوری باید باشه و چه محصولی باید داشته باشیم. خیلی ها محصول مناسبی رو وارد کمپین ها و مناسبت هاشون نمی کنن. ما میخوایم راجع به ویژگی های صحبت کنیم که شما محصولتون رو آماده کنید برای ورود به کمپین های مناسبتی. خب این چالش مناسب چه بیزنس هاییه؟ شاید فکر کنید که مثلا منی که فروشگاهی ام، منی که خدماتی ام، آیا به دردم میخوره؟ بله، برای بیزنس های فروشگاهی، خدماتی و آموزشگاهی میتونه مناسب باشه و شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب قبل از هر چیزی میخوام راجع به مشکلات و چالش هایی که شما با این چالش میتونید برطرفش کنید باهاتون صحبت بکنم. ما یه لیستی آماده کردیم از دغدغه های مشتریامون توی آژانس که تونستن با در واقع مشاوره هایی که ما بهشون میدیم یا پروژه‌ای که براشون انجام میدیم پاسخ این چالش ها و دغدغه ها رو بدن و براشون برطرف بشه. مثل اینکه مناسب ترین محصول برای فروش توی مناسبت ها چیه؟ پروژه‌ای که ما داریم از الان برنامه‌ریزی می‌کنیم برای شب یلدا و بلک فرایدی و عید، دقیقاً این سوالا رو توش پاسخ دادیم. سوال دوم، وقتی همه دارن کمپین میذارن چطور کمپین من بیشتر دیده بشه؟ یکی از دغدغه‌های شما میدونم توی سالهای گذشته این بوده که مثلا بلک فرایدی همه دارن کمپین میذارن، همه دارن تخفیف میذارن، من چجوری دیده بشم و اون آفری که با مشتریان میدم چجوری اصلا شنیده بشه که مشتری بخواد بیاد و از من خرید بکنه؟ سوال بعدی اینه که روی محصولم تخفیف بذارم یا هدیه بدم یا هر دو رو انجام بدم یا چی کار بکنم. سوال بعدی، از ابزارهای دایرکت هوشمند چجوری استفاده بکنم؟ ابزارهای مارکتینگی که هم توی اینستاگرام و حالا توی خود سایت هم میشه ازش استفاده کرد. سوال بعدی، مناسب ترین استراتژی فروش توی مناسبت ها چیه؟ با چه آفری، با چه پیشنهادی، با چه وعده‌ای، با چه ویدیویی و چه محتوایی سعی کنم آدم ها و مشتریان رو توی اون مناسبت جذب کنم تا محصول و خدمات من رو بیشتر بخرن تا در نهایت به اون 300% افزایش فروش برسیم. و سوال آخر، از چه کانال و روش‌های فروشی باید استفاده بکنم؟ توی اینستاگرام تبلیغات کنم، توی تلگرام تبلیغات کنم، حضوری تبلیغات کنم، محیطی باشه، توی سایت باشه؟ همه اینا رو می‌خوایم توی همین ویدیو، یعنی روز اول چالش، با هم صحبت بکنیم. و مناسب ترین حالت پیج برای ورود به کمپین چگونه هست هم جزء صحبت‌های این چالش هست. خب
بریم سراغ مورد اول. مورد اول یه نکته بسیار بسیار مهمه و اونم اینه که پیشنهاد خاص این مناسبت رو بسازید. یعنی چی؟ شما برای هر کمپین مناسبتی، مثلا روز مادر، ولنتاین یا هر چیزی، باید یه پیشنهاد خاص برای اون مناسبت بسازین که شامل یه اصل پیشنهاد و فرع پیشنهاد میشه. خب اصل پیشنهاد که میشه همون کالا، محصول یا خدماتی که دارید ارائه میدید. اگر دوره آموزشی دارید، دوره شما میشه اون اصل پیشنهاد شما یا ارزش پیشنهادی که به مشتری میدید. اگر مثلا فروشگاه اسباب بازی دارید، خود همون اسباب بازی ها میشه پیشنهاد اصلی شما. اگر خدمات مثلا ماساژ ارائه میدید، خود خدمات ماساژ شما میشه اصل پیشنهاد. و اما فرع پیشنهاد چی میشه؟ فرع پیشنهاد میشه اون آفرها و امتیازات و خدمات و هدایایی که شما در کنار اصل پیشنهاد ارائه میدید. چند تا مثال بهتون میزنم. مثال فروشگاهی، مثلا توی طلا فروشی ما خودمون کاری که میکنیم برای مناسبت ها اینه که جدا از این که حالا روی محصول اصلی که میشه اصل پیشنهادمون، جدا از این که حالا یه تخفیفی، یک آفرهای قیمتی میذاریم، میایم یه فرع پیشنهاد میذاریم. فرع پیشنهادمون بسته‌بندی های ویژه اون مناسبته. مثلا برای شب یلدا میایم یه سری بسته‌بندی ها که توش المان های از انار، از یلدا، از مثلا یه بیت شعر از حافظ میذاریم داخل بسته‌بندی‌ها تا اون حس و حال شب یلدا رو به مخاطبمون انتقال بدیم و بتونیم با این فرع پیشنهاد کاری کنیم که اصل پیشنهادهای بیشتری هم از ما خرید بکنه. برای بیزنس‌های خدماتی اگر مثال بخوام بزنم، فرض کنید مثلا شما خدمات تیونینگ خودرو دارین، مرکز دیتیلینگ دارین یا کلا برای ماشین در واقع خدمات انجام میدید. میایید چیکار می‌کنید؟ میایید مثلا برای مناسبت روز دختر یا روز مادر میگین که مثلا تو روز دختر هر دختری که ماشینشو بیاره پیش ما، مثلا تو این یک هفته که روز دختر توشه، ما مثلا این هدیه رو بهش میدیم، یا مثلا خدمات صرفشوییمون رو هدیه میدیم، یا مثلا یه سری ابزار داریم که ویژه دختران مثل دورفرمونه مثلا چیه، اونا رو هدیه میدیم. یا روز مادر، همه مادرهایی که ماشینشون رو توی این یک هفته بیارن مرکز ما بابت خدمات تیونینگ، یا مثلا کاور کنن ماشینشون رو، نمیدونم هر کاری بکنن، ما یه هدیه، یه آفر، یه تخفیف خیلی جذاب براشون داریم. یعنی شما یه گروه خاصی از مخاطب که ویژه همون مناسبت هست رو تارگت میکنی و براشون یک آفر جذاب ارائه میدی. اگر هم مثال بیزنس آموزشی بخوام بزنم، فرض کنید شما یک دوره آموزشی دارید و میاد برای اون مناسبت یک چالش میذارید، مثلا چالش 13 روزه عید، و میگین توی 13 روزه عید ما هر روز میخوایم یک محتوایی به شما بدیم، یه تمرین به شما بدیم، حالا چه تو حوزه توسعه فردی باشه چه تو حوزه کسب و کار باشه، و باید اون چالش متناسب و در راستای دوره اصلی یا همون اصل پیشنهاد شما قرار بگیره. پس این پیشنهاد خاص ساختن رو با هم صحبت کردیم. مورد بعدی ایجاد فومو با کمتر شدن شدت اهرمه. فومو یعنی چی؟ یعنی ترس. ایجاد فومو یعنی ترس ایجاد کردن در مخاطب. با کمتر شدن شدت اهرم یعنی چی؟ خب ما برای کمپین ها و مناسبت هایی که میخوایم یک فروش خوب داشته باشیم یک اهرمی داریم. مثلا اهرم تخفیفه یا اهرم محدودیته. شما هر چی که میره جلو در طول کمپین این شدت رو باید کمتر بکنی با ایجاد ترس. یعنی چی؟ مثلا اهرم شما تخفیفه. خب شما میتونی بگی ما تو 4 روز توی تخفیفیم. کسایی که روز اول خرید میکنن 50% تخفیف دارن، کسایی که روز دوم خرید میکنن 40% تخفیف دارن، کسایی که روز سوم خرید میکنن 30% و کسایی که روز آخر خرید میکنن 20% تخفیف دارن. شما اینجوری داری ترسی در مخاطب ایجاد میکنی که هر چی دیرتر اقدام کنی و دیرتر از من خرید بکنی تخفیف کمتری میگیری و داری مخاطب رو فورس میکنی به اینکه زودتر خریداشو انجام بده تا تخفیف بیشتری دریافت کنه. پس شما توی هر بازه از کمپین تخفیف و هدایا رو هی کمتر و کمتر و کمتر میکنی. پس میگیم ایجاد فومو با کمتر شدن شدت اهرم. اهرم ما تخفیف 50% بوده، هر روزی که میگذره شدت این اهرم رو کمتر و کمتر میکنیم تا یک فومو یا ترسی در مخاطب ایجاد بشه. این یه تکنیکی که شما میتونید توی کمپین های مناسبتیتون ازش استفاده بکنید. مورد بعدی که عنوانش رو گذاشتیم قلاب با گاو بنفش. خب گاو بنفش اسم یک کتاب از ست گادین که برای حوزه تبلیغات پیشنهاد میکنم حتما بخونید. توی این در واقع اسلاید یا توی این بخش منظور ما اینه که شما یکی از محصولاتتون رو قربانی کنید
یعنی چه قربانی کنید؟ یعنی با یک قیمت بسیار عجیب، با یک قیمت خیلی کم یا حتی بدون سود و حتی خیلی وقتا یه سری کسب و کارا من دیدم حتی با ضرر اون محصول رو ارائه میدن تا یک گاو بنفشی ایجاد بکنن توی مارکت و بازار خودشون. یعنی خدماتی که شاید خیلی درخواستش زیاده یا محصولی که خیلی درخواستش تو اون مارکت زیاده و مثلا همه دارن 1,000,000 تومان 900,000 تومان ارائه میدن، یهو میاد اونو میکنه 100,000 تومان. مثال بخوام بزنم، مثال فروشگاهی، مثلا فرض کنید یه میوه فروشیه و تشخیص داده که بیشترین خریدی که آدم‌ها به خاطر اون میان تو میوه فروشی مثلا سیب زمینی و پیازه. میاد قیمت سیب زمینی پیاز رو یهو نصف میکنه نسبت به کل میوه فروشی‌های منطقه و یه تابلو خیلی بزرگ میزنه که مثلا پیاز کیلویی مثلا 10,000 تومان. چه اتفاقی میفته؟ آدم‌ها برای خرید پیاز میرن توی اون فروشگاه و به واسطه اینکه رفتن پیاز بخرن 4 تا میوه دیگه هم خرید میکنن و این باعث میشه که حجم فروشش زیاد بشه اون میوه فروشی و اومده با اون فدا کردن اون سیب زمینی یا اون پیازه که به قیمت خرید یا حتی با ضرر میده یه گاو بنفشی ایجاد کرده، یه توجه جلب کرده و حالا وقتی مشتری اومده توی مغازش دیگه توی فضای قرار گرفته که محصولات و میوه‌های دیگه‌ش هم از همونجا خرید میکنه. مثال خدماتی بخوام بزنم، شما میای یکی از خدمات پرمصرفت رو بدون سود ارائه میدی، مثلا همون مرکز تیونینگ یا دیتیلینگ خودرو که گفتم، فرض کنید پر تقاضاترین خدمات مثلا صفر شویه یا حالا کار باشه. شما میای توی مثلا یه مناسبتی، مثلا بلک فرایدی، شب یلدا، یا مثلا هر مناسبت دیگه‌ای که می‌بینیم میخوره به بیزنس تو، میای میگی 3 روز خدمات کارواش کاملا رایگان یا مثلا خدمات صفر شویی با 90% تخفیف. چه اتفاقی میفته؟ آدم‌ها خب هجوم میارن برای استفاده از اون آفری که شما دادی و اونجا شما شروع میکنی خدمات دیگه تو میگی و اون آدم ممکنه مثلا ماشینش رو بیاره کاور کنه، ماشینش رو صافکاری انجام بده و چند تا خدمات دیگه اونجا در کنار اون خدمتی که شما اومدی قربانی کردی از شما دریافت بکنه. مثال آموزشی هم بخوام بزنم، شما فرض کن چند تا دوره آموزشی داری و میای یکی از محصولات ارزان‌تر تو، مثلا یه محصول 2,000,000 تومانی داری، در راستهای محصول گرونترت میای چیکار میکنی؟ اون محصول ارزونه رو فدا میکنی. مثلا توی بلک فرایدی میگی دوره 2,000,000 من میشه 20,000 تومان. دوره 2,000,000 تومان میشه 20,000 تومان. درسته یه تعداد خیلی زیادی میان با 20,000 تومان دوره 2,000,000 رو میخرن، ولی تو فرصت اینو پیدا میکنی که از بین اونها بتونی محصول 10,000,000 20,000,000 یا 50,000,000 تو بعداً بهشون پرزنت کنی و بفروشی و اینجوری شما یه لیدگیری خیلی خوب و قوی انجام دادی. خب بریم سراغ مورد بعدی. یه نکته که خیلی توی کمپین های مناسبتی مهمه، از اونجایی که شما تمرکزتون توی کمپین ها روی احساساته و به صورت هیجانی و احساسی میخواید فروش انجام بدید، قبلش، یعنی قبل از اینکه بخواید وارد این کمپین ها بشین، باید اعتماد سازی رو به نحو احسن انجام داده باشید و به صورت منطقی خودتون رو به مخاطب ثابت کرده باشید. مثال بخوام بزنم، قبل از اینکه شما بخواید وارد یک جشنواره تخفیفی یا یه مناسبتی بشین، داستان برندتون رو واسه مخاطباتون تعریف کنید، سابقتون رو نشون بدید، اعتبارتون رو نشون بدید، مشتریان قبلی و رضایت‌هاشون رو نشون بدید. مثلا توی بازه یک هفته‌ای این کارا رو بکنید که اون اعتماد سازی اتفاق بیفته و بعد بیان شروع کنین مثلا برای شب یلدا یا برای بلک فرایدی وارد اون کمپینه بشید که اوج احساسات و هیجان هستش. این نکته خیلی مهمیه و حتما باید رعایتش بکنین، چون باعث این میشه که خیلی راحت تر مخاطبا در طول اون کمپین تصمیم گیری کنن. وقتی شما داری شدت اهرمو کم میکنی، میگی آقا امروز 50%، فردا 40%، دیگه مخاطب به این فکر نمیکنه که حالا اصلا من به این اعتماد بکنم، ازش خرید بکنم یا نه. اعتماد شکل گرفته و الان شما با یه ایجاد فومو، ایجاد ترس، سریع میاد تصمیمشو میگیره و خریدشو انجام میده. مورد بعدی جمع کردن فنر و نفروختنه. خب این مورد رو من توضیح میدم، ولی شما باید تو بیزنس خودتون بررسی کنید ببینید آیا میتونید انجام بدید یا به چه شکلی میتونید انجام بدید. جمع کردن فنر و نفروختن یعنی این که شما اون پیشنهاد ویژه و رد نشدنیتون رو بیایید از چند روز قبل یا از مثلا یک هفته قبل اعلام کنید که قراره در این مناسبتی که پیش رو هست من این محصولم رو با این هدیه و با این تخفیف و با یه همچین خدماتی ارائه بدم، چیزی که تا حالا ارائه ندادید. مثلا بگین تو بلک فرایدی، مثلا فرض کن بیزنس آموزشیه، شما بگید من دوره اصلی آموزشیمو فقط یک بار تو سال 50% تخفیف میذارم و اونم تو بلک فرایدیه. من روز بلک فرایدی ساعت 12 مثلا لینکشو میذارم، 100 نفر میتونن این دوره رو با 50% تخفیف بگیرن. حالا روش هدیه هم میدی، مثلا میگی من روش این هدیه رو هم میدم. این میشه یه پیشنهاد رد نشدنی. حالا چیکار میکنی؟ از یک هفته قبل اون محصول دیگه نمیفروشی
و دائما میای میگی که فلان روز این پیشنهاد قرار ارائه بشه. ما بهش میگیم جمع شدن فنر و نفروختن. چه اتفاقی میفته؟ اون روز به خصوص، یعنی روز بلک فرایدی، وقتی شما لینکو میذاری انگار اون فنر باز میشه، یهو فنر باز میشه و یه پتانسیل فروش خیلی خوبی رقم میخوره. حالا توی فروشگاه‌ها و خدماتی‌ها شما باید ببینید میتونید 3 روز، 4 روز، 5 روز اون خدماتتون رو نفروشید یا کالاهاتون رو نفروشید، یعنی فروش چند روز رو فدا کنید که بتونید فنر رو خوب جمع کنید و تو اون روز به خصوص مناسبتی فروش خوب داشته باشید. مثلا بگید ما قراره روی تمام خدماتمون مثلا 20% تخفیف بذاریم کی؟ بلک فرایدی. خب شما وقتی 4 روز مونده به بلک فرایدی اینو اعلام می‌کنید، تو اون 4 روز احتمالاً یه کسی نمیاد از شما خدماتو بگیره، همه میگن صبر کنیم همون روز بریم تخفیف رو بگیریم. حالا ببینید اگر میتونید این رو به شکل مناسبی انجام بدید که در کل برآیندش فروش بیشتری برای شما رقم بزنه، خب ارزش داره. مورد بعدی اینه که ما توی مناسبت‌ها یک نویز بسیار زیادی داریم. نویز بازار خیلی زیاده. یعنی چی؟ خب فرض کنید شما نزدیک به روز مادر داریم میشیم. تقریبا تمام بیزینس هایی که محصول و خدماتشون متناسب با خانم ها هست رو میبینیم که وارد کمپین میشن، تبلیغات میکنن و این باعث میشه که نویز بازار بله بالا، سر و صدا زیاد شه، بیلیبوردها، پیامک ها، تبلیغات تو اینستاگرام، تلگرام، سایت ها و شانس دیده شدن شما هی میاد پایین‌تر. ما باید چیکار کنیم؟ ما برای رفع این موضوع باید توی چنل های مختلف درگیری ایجاد کنیم. یعنی چی؟ یعنی توی کانال های مختلف با مخاطب ارتباط بگیریم، پلتفرم های مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف، فضاهای مختلف. مثلا بیایم توی تلگرام محتوا بدیم، توی کانال، تو پیجمون محتوا بدیم، با پیامک اطلاع رسانی بکنیم، تماس تلفنی اگر میتونیم داشته باشیم، توی سایتمون مثلا پاپ آپ بذاریم، نوتیفیکیشن بدیم، از هر روش و در واقع امکاناتی که داریم استفاده کنیم تا توی فضاها و پلتفرم های مختلف پیام و صدامون رو به مخاطب خودمون برسونیم. یعنی مولتی چنل کار کردن یا چند کاناله بودن و درگیر کردن مخاطب توی چند تا کانال توی این تایم ها از اهمیت خیلی بیشتری در واقع برخورداره. شما باید نویز بازار رو اینطوری به نفع خودتون استفاده بکنید. یه مورد خیلی مهمی که هست اینه که شما توی مناسبت ها باید پیگیری های بیشتری انجام بدین. اگر تو حالت عادی یه مشتری احتمالی رو 3 بار پیگیری میکنین، 4 بار پیگیری میکنین تا تبدیل بشه و اگر نشد رهاش میکنین، توی مناسبت ها به جای 3-4 بار شما 7 بار 6 بار پیگیریش بکنین. میطلبه در مناسبت ها که پیگیری های بیشتری از سمت شما یا از سمت تیم فروشتون صورت بگیره. این رو از تجربه دارم بهتون میگم و حتما انجامش بدین. مورد بعدی ابزارهای اتوماسیونه. من سعی می‌کنم خیلی سریع موارد آیتم ها رو بگم چون مایلیم که این چالش و ویدیو خیلی کوتاه خلاصه و کاربردی براتون ضبط بشه و اگر لازمه حتما 2 بار ببینید، نکته برداری کنید که بتونید همش رو اجرا بکنید. ابزارهای اتوماسیون با چه هدفی باید انجام شه؟ خب توی مناسبت‌ها و کمپین‌ها تعداد درخواست زیادی میاد سمت شما، یا برای خرید یا برای مشاوره یا سوال دارن و راهنمایی میخوان و خیلی مهمه که شما توی فاصله زمانی کوتاه بتونید پاسخ همه این درخواست‌ها رو بدید. قاعدتاً تیم شما به اندازه کافی شاید آماده مناسبتی مثل شب یلدا یا روز مادر شب عید نباشه که یهو تو یه روز 2 روز مثلا 10 برابر پیام‌ها و تماس‌ها بیشتره. چیکار میکنین برای رفع این موضوع؟ شما میایین از ابزارهای اتوماسیون استفاده میکنین، مثل منی چتی که روی پیج اینستاگرامتون وصل میشه، دایرکت ها رو میتونه جواب بده، واسش تعریف کنید اگر هر کسی چه چیزی کامنت گذاشت چه پیامی براش ارسال بشه و هر اتفاقی که بخواید میتونید رقم بزنید. مثلا برای استلام قیمت محصولاتتون به مشتریان میتونید عددهای مختلفی رو تعریف کنید که ارسال کنن تا قیمتا براشون ارسال بشه. و یه هدف دیگه هم که داره، ما ابزارهای اتوماسیون استفاده میکنیم برای افزایش درگیری. یعنی شما تصور کنید توی روز مناسبت توی پیجتون استوری بذارید، بگید مثلا کسایی که میخوان تخفیف های این کمپین رو بدونن عدد 4 بفرستن، یا مثلا استوری بعدی پیام میذارید کسایی که میخوان حضوری بیان فروشگاه آدرس رو میخوان بدونن، ساعت باز و بسته رو میخوان بدونن، عدد 4 بفرستن و به صورت اتوماتیک و سریع هر کسی عدد رو ارسال میکنه پاسخ براش ارسال میشه. یا مثلا یه پست از محصولتون میذارید، میگید هر کی میخواد لینک خرید این محصول براش سریع ارسال شه، مثلا کلمه خرید رو کامنت بذاره ما براش سریع میفرستیم. دیگه شما نمیرید دستی بفرستی، پستتو میذاری، مخاطب کلمه خریدو که فرستاد به صورت اتومات لینک خرید اون محصول توی دایرکت براش ارسال میشه و اون مشتری هم خریدشو انجام میده. هم درگیری خیلی رفته بالا، هم خیلی سریع داری به درخواست‌های زیاد پاسخگویی سریع انجام میدی، کاری که شاید خیلی از رقبات نتونن انجام بدن. مشتری رفته به رقیبت پیام داده، اومده به تو هم پیام داده، رقیب تو شب جوابشو میده ولی تا شب تو بهش لینکو دادی، خریدشو انجام داده، تموم شده رفته. یه جمله ای رو وقتی داشتیم این اسلاید آماده می‌کردیم در اومد، میخوام بهتون بگم.
یا شما توی نویز بازار شنیده نمیشید یا باید خودتون رو قسمتی از این نویز بازار بکنید. یعنی چی؟ شاید بگید من اگر زیاد بخوام پیامک بدم، زنگ بزنم، استوری بذارم، تو تلگرام بگم، این ور بگم اون ور بگم، دیگه زیاد از حد باشه. یا میگن چقدر داره خودش رو معرفی میکنه، چقدر داره تبلیغات میکنه. دوستان توی مناسبت ها شما یا تو نویز بازار شنیده و دیده نمیشید یا باید خودتونم بخشی از همین نویز باشید. پذیرش آدم ها توی مناسبت ها نسبت به نویز بازار منطقی شده. میدونن که توی بلک فرایدی و شب یلدا و روز مادر و شب عید و روز مرد و ولنتاین و اینها قرار پیامک‌های زیاد بگیرن، تماس‌های زیاد باشون گرفته بشه، تبلیغات زیاد ببینن و عادیه، پذیرششو دارن. پس سعی کنید بیرحمانه بفروشید و بیرحمانه صدای خودتون رو به مخاطبتون برسونید. میرسیم به نکته بعدی، بایو پیج اینستاگرامتون و هایلایت هاتون. قبل از مناسبت ها شما باید پیجتون رو و حال و هواش رو با اون مناسبت نزدیک بکنید. توی بایوتون در مورد اون مناسبت و آفرهایی که دارید بنویسین. توی هایلایتاتون حتما یه هایلایت مثلا برای شب یلدا با مثلا لوگوی انار یا چیزی که متناسب با برندتون هست قرار بدین و توضیحات کامل رو از قبل ورود به اون مناسبت در رابطه با پیشنهادهایی که دارید، تخفیف‌هایی که دارید، آفرهایی که دارید در مورد اون مناسبت رو توی هایلایت قرار بدین. توی بایوتون هم بنویسید که برای اطلاع تخفیف‌های شب یلدا به هایلایت شب یلدا مراجعه بکنید. یه نفری که جدید میاد توی پیج شما سریع بتونه اون کمپین مناسبتی شما رو ببینه. مورد بعدی میشه اضافه کردن المان‌های متفاوت و تغییر در نحوه پست‌گذاری و رشته استوری. مثلا شما از یک هفته قبل از مناسبت میخواید پست بذارید و رشته استوری بذارید. خب اون حالا هوای مثلا شب یلدا رو باید اضافه بکنید. باید بیاید در مورد مثلا ریشه سنتی شب یلدا بگید، در مورد المان‌های مثل انار و اینا بگین توی، یعنی بذارین توی دیزاین هاتون. یا اگر پستی میخواین ضبط بکنید میتونید توی فضای ویدیوتون از انار و هندونه یا رنگ‌های قرمز و سبز استفاده کنید. حالا ولنتاین دوباره مثلا از رنگ قرمز و المان‌های قلبی میتونید استفاده کنید. و باید محصول خدماتتون رو متناسب با همون مناسبت نشون بدید و ربط بدید، یعنی ارتباط معنایی ایجاد بکنید. توی رشته استوریاتون هم همینطور باید سعی کنین در قالب اون مناسبت دیزاین ها رو رقم بزنید و حس و حالی به مخاطب بدید که کاملا بوی شب یلدا یا بوی مثلا شب عید رو توی پیج شما احساس بکنه و اینجوری شما با انتقال حس میتونید یه فیدبک خوبی از مخاطبتون دریافت بکنید. مورد بعدی و مورد آخر، تکرار پیشنهاد به دفعات. توی یک هفته قبل و چند روز حین اون مناسبت دائما اون پیشنهادتون رو تکرار بکنید. شاید لازم باشه 7 8 یا حتی 10 بار شما تخفیفتون و هدایاتون و بسته‌بندی ویژه‌تون رو و چیزهایی رو که در کمپینتون تعریف کردید رو به مخاطب اعلام کنید. استوری بذارین، پیامک بدین، تماس آوانک بگیرین. مثلا علاوه محتوایی که اصلا نیاز نیست محدودیت لیمیتی براش بذارین، هر روز تو استوریاتون و پستاتون راجع به اون آفره و اون پیشنهاد مناسبتی اعلام بکنید. خب میرسیم به آخر ویدیو روز اول چالش در واقع افزایش 300% فروش تو مناسبت ها. میخوام بهتون تمرین بدم توی این شب اول چالش. تمرین ها رو حتما انجام بدید و منتظر قسمت دوم ویدیو چالش باشید. یعنی حتما با انجام دادن این تمرین ها وارد روز دوم بشید. تمرین رو که انجام دادید به آیدی تلگرامی که در واقع توی کانال قرار میگیره میتونید تمریناتتون رو ارسال بکنید و منتظر ویدیو دوم باشید. تمرینات چیه؟ محصول اصلی شما برای شب یلدا چیه؟ ما دقیقاً مناسبت شب یلدا رو برای تمرین انتخاب کردیم و می‌خوایم تمرینتون رو برای این مناسبت انجام بدید. محصول اصلیتون چیه؟ یعنی اون اصلی ترین کالا، اصلی ترین خدمات یا اصلی ترین دوره آموزشی که می‌خواید تو شب یلدا روش مانور بدین چیه؟ چه پیشنهاد فرعی دارید؟ من اوایل این ویدیو گفتم ما یه اصل پیشنهاد داریم، یه فرع پیشنهاد داریم. اصل پیشنهاد میشه خود اون محصول و خدمات، فرع پیشنهاد هم میشه چیزایی که بهش اضافه می‌کنید تا در واقع پیشنهادتون رد نشدنی و جذاب‌تر بشه. پس اینکه چه پیشنهاد فرعی دارید هم به تمرینتون اضافه کنید. مورد بعدی، گاو بنفش شما چیه؟ دقیقاً با ارائه چه چیزی می‌خواید اوج توجه مخاطب رو بگیرید؟ چه چیزی رو فدا میکنید توی بیزنستون؟ کدوم محصول و خدماتتون رو حاضرید فدا بکنید تا بتونید اوج توجه رو بگیرید، اوج درگیری رو ایجاد بکنید؟ چون نویز بازار گفتیم زیاده و شما باید اهرمی داشته باشید که بتونید توجه رو به سمت خودتون بگیرید. و در آخر اینکه توی چند تا کانال میخواید پیشنهادتون رو ارائه بدید.
سعی کنید حتما تا مناسبت شب یلدا اگر یه دونه کانال دارید حداقل 2 تا دیگه اضافه بکنید و توی تمرینتون هم بنویسید که مثلا من توی اینستاگرام، تلگرام، سایت و پیامک میخوام پیشنهادم رو ارائه بدم. امیدوارم که ویدیو اول چالش براتون مفید باشه. خیلی سعی کردم سریع، خلاصه و کاربردی بهتون بگم دقیقاً تکنیکایی که ما خودمون توی بیزنس‌های شخصیمون و توی پروژه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم و نتایج فوق‌العاده‌ای توی چند سال گذشته گرفتیم. تمرینتون رو که انجام دادین برای آیدی پشتیبانی تلگرام بفرستید و منتظر قسمت دوم چالش باشید. فعلا